اگر کولر گازیتون بعد از چند دقیقه باد گرم میزنه این پست رو نگاه کن تا آموزش بدم چطور تعمیرش. قشنگ به حرفم توجه کن. یکی از مهمترین دلیل اوورلود کردن دستگاه کولر گازی سرعت پایین فن دمنده است. چرا اگر که این فن گرمای کندانسور رو به خوبی به بیرون انتقال نده، حرارت کمپرسور بیش از اندازه بالا میره و حتی باعث سوختنش هم میشه. پس وقتی حرارت بیش از اندازه بره بالا، اوورلود برق ورودی به سیستم رو قطع میکنه تا به موتور دستگاه و قطعات دیگر آسیب وارد نشه. برای راه اندازی کارکرد درست این فن یک خازن موجوده در یونیت بیرونی که اگر این خازن ضعیف باشه فن به درستی کار نمیکنه. روش تستش اینه که دستگاه مولتیمتر رو حالت خازن میذاریم و دو سر پاراپ روی دو سر پایه خازن تنظیم میکنیم. عدد روی مولتیمتر با ظرفیت میکروفاراد خازن باید یکی باشه. با تعویض این قطعه دیگه دستگاه اوورلود نمیکنه و مشکلش برطرف میشه. این پست کاربردی رو بفرست برای دوستانت و زیر همین پست کامنت کن که دیگه چه دلایلی باعث اوورلود کردن دستگاه میشه.